میدونیم یکی از سنگین ترین بارهای روانی ما آدم‌ها چیه؟ کلمه ساده ایه. ای کاش. کاش میگفتم، کاش میموندم، کاش توضیح میداد. این کاش ها یعنی یه پایان نیمه کاره. حرفایی که هیچ وقت گفته نشدن و احساساتی که توی دل حبس شدن. پشت هر ای کاش یه احساس زنده است. غم، خشم یا حتی عشق. وقتی به اون احساسات اجازه ندیم بیان بشن، ذهنمون گیر میکنه. اضطراب میاد، نشخوار ذهنی شروع میشه و گذشته مثل باری روی شونه هامون سنگینی میکنه. این زخم‌های نیمه کاره سالهای سال با ما میمونن. باعث میشن که وارد رابطه جدیدی نشیم، به کسی اعتماد نکنیم یا مدام خودمون رو سرزنش بکنیم. اما راهش فراموش کردن نیست. راهش اینه که اون احساسات ناتمام رو تجربه کنیم. نوشتن، گریه کردن و یا حتی با صدای بلند گفتن. اینها میتونن مثل نقطه پایانی باشن روی یه داستان نیمه کاره. اما داستان همیشه به همین سادگی ها هم نیست. بعضی از این احساسات عمیق‌تر از اونی هستن که ما به تنهایی بتونیم از پسشون بر بیایم. اینجاست که درمان کمک میکنه. اینجاست که میتونید ایکاش‌های قدیمی رو باز کنید و ریشه‌های زخمتون رو لمس کنید و قدم به قدم سبک‌تر بشید. اگه شما هم حس میکنید که بار این ایکاش‌ها روی دوشتون سنگینی میکنه، شاید وقتشه که درمان رو شروع کنید. من اینجا هم تا همراهت باشم.